دیگه نمیکشم دل جگر من اعتراض آخر آن بار یک روز پیش کمی توقیه مونده بود. این خواهد چی گفتیم هست؟ من خودم نیز همراه خوانندگان در اونجا بودم. چی گپ شد؟ من تو امید نداشتم به خیلی من پرتایی روی اپا جا مایوان در کی جای باشه ساق سلامت بیارانشه. ما پسان تلفن میکنم تلفنی وای پولنی یا گفتون دیگه گپ زدن نتونست. این خیلی کوچه در بیهوده نمیگر سری خم داشت. تو رو قبول دارم بیا ما بری تو نمیگذارم سختم میرم روزی من بود ما چی رسپودنیک میزنیم میبرویه لاگری گلخان برومد اوجا رفتیم با سهر کتی زدیم رنگی که میگه همین تلفن یا میگریزونن این سوسو برسونن یا که دختری من میفهمن میگریزونن این سوسو میبرن. لحظه که حیات خودتان رو برای پیدا کردن همین نفر به خاطر اشکای سوزان جگرسوز همین مادر صرف کنید. چهارم جشن گلی لالا طرف مکتب بدن بود گرفتم بود گفتا که دیرکتور که همین تکلیفه باید 10 تا چکم پوش و اطلاس پوش کارگرا باشن 10 تا دیختم من روان کردم خودم مجبور گفت نمیرم و چه گفتم دختر جان خفا میشه دیرکتور یکی راهبره گپ میشنم رویش کردم مجبور رفت دیگه من طول 6-7 ماهی که همراه ما کار میکند دختری آرام طبیعتی وزمین بودند. در سنه 4 اپریل سال 2019 با فرمان رئیس شهر دوشنبه یعنی آزمون سیر گلی لاله باید در باغ اسلوب عینی برگزار میکرد و جشن گرفته میشد و آموزگاران و خوانندگان نیز به اونجا دعوت شده بودند. جای برگزاری یعنی پارک عینی همه معین شده بود و من خودم نیز همراه خوانندگان در اونجا بودم. مهرافروز خالمیرزا نیز همان روز باید برای سپاریدن ریتینگ هایش میرفته است. از اونی که من از مادرشون شنیدم از طرف مادر مهرافروز یعنی رجب گلخمار زنگ شد که دختر ما اومدن نرسیده است. همان روز من به شعبه معارف باید می در آمدم برای چه دستور سپارش هایی که می شود و مهرافروز خالمیرزا را همونجا در ایستگاه دیدم و فکر کردم شاید به خانه همین خانه نمیفارم دیگه میگم میتری همین خانه ندارم نمیخوام که دیگه لای بودی که الله هم خوشرو بود دیگه در خانه نمیخورم فقط با فقط کسان شد یعنی خانه جای خوشه دیگه نمیخورم اکی اگه چی کار کردن نمیخورم دیونی تیار شدم نمیدونم آخی به ارزای دارو خوردن و این چی کردم دیگه آی یعنی تاقیای دختر من آخر آن بار یک روز پیش کمی تاقیه مونده بود قطعی ازار و کرتش پوشیده رفته بود کتاباشه این جای خوشه مهرافروزی من اگه جایی باشه خودم رفته باشه یا که مجبور برده باشن و چرد میرم و هیچی نمیگم بیا با صدقه تو میشم که من تو رو به نانی قاق بازاد کلانت کردم ببین جای خواهده نک جایی باشه بیا کدام به انصاف برده باشه تا انصاف خدا در دلش اندازه سرت بود تا بیا اینو چجونی من دیوانه باری شدم یک هفته دیگه نمیکشم دل جگر من اعتراض خانه کلان شده که تا نگاه کن بچه جان نخواه یک بار تو آزاد باشی و بچه جان رو تلفن نکنی که بچه جان من در فلان جان بیا دختر جان نترس
نترسو چطور کجای باشه ایدمی تو میدنوه که تو رو پیدا کنه تو چی خیلی باشی من برای من عزیزی من تو رو قبول دارم بیا من بری تو نمیگذارم سختم میرم روزی من اپا دگو یگان جدا باشه اپا جان بیا که فقط چون ده حقت نماز میخوانه تست اسکاسال شد سوده بیا گازا اپا جان کی جا که تست بیا من به تو دیقم تو بجای او چه من کلون کده بیا چه فقط اکن بیا یا جای دامی سری دستر خوانی که نان میخوردی بیا شینیم ای خواهر جان آخرای دختری بیره همیشه دنی که تو بینه فقط که باری روزه که ستودین بود کار میکرد میشش دمینو رو تمرین میکرد میشش کتاب میخون چی ای کتابای صورت چی اونو دفتره اپت بیاره من باوریم نمی جانیو چه من تو باوری دارم که تو را مجبور بردگن یا که چه خیلی باشی برای من عزیزی من دیوانا برشدم فقط دفترهای تو را حسنی خطی تو را میکامو نمیستگی های تو را میبینم اینجا من این دختری من همین گم شده که دختری ها چه آخی دفریو یکم کس غلطی دی یا که چی گپ شد من تو امید نداشتم به خیلی من پرتایی روی نمیدونم چیکار کنم قطعی صورتات گرد میزنم میگم نخود تو منو پرتایی با همیگه پی دشمنا که میگم بیره یکی بیره نباشه یکی دوم گرفته رفتگی نباشه کار کنه ارگنم همین گپا میگن من دا سخت میرسه آخی بیا من روسیان نکن بیا جانیو چه من در قوتی تو بیا تا کجای باشه من ای پشتی تو میزنم که تو را پیدا کنم بیا یکون مقام تو شما مراجعت کرد؟ وزارت کارهای داخلی هست که طرفی هیکل سامانی هم طرف در رفتیم روز شنبه پریامشون بودیم ساعتی 5 ایجا برامدیم رفتیم مچیرت گرفتیم مچیرت مورسید در آمدیم گفتک اپا چه خدمت گفتم همون وزیر یکم وزیر کاش گفت که یکون جا دودا بوده گفتم ناحیه اسماعیل سامانی دا دودا بودیم ادیل دا میگن که دوم گرفته رفتگیسته یکون کسی نغزیدگیسته می بیایه وزیر اپای خیلی دخترها بسیار میشوند بعد من قطیوه گپم بلند رفت گفتم آخی دکزد نکرده آخی خی بگذار دوم گرفته رفته باشه یاشیده همه به عقلی میکنه با تیم بولی صغیره بود صغیره کلان شده بود من تو مراجعت کردم تو یا بیار من ده بوده بعد شما ده مراجعت کرد سادیم که کاراشون سوست 19 روز شد دختری من نیست همینه ببینه زنگ گفتن که ما میبینیم نه که تو حاضره هیچی خواهر جان یگون گپ یگون درک نیست من مادر تنهایی که فرزند شدم نخوردم نپوشیدم همین خبر کردم شد چند تا ساقال آمد گفت نمیگیرم و چجان شما خودتان شو کرده چی شده عمیق زندگی عمیق عذاب و غم من زندگی شما رو میبینم دلم از زندگی خدا که من دیگه شو پوام نمیکنم من تا نخوانم تا مگیسترم تمام نکنم من تا خانه شما رو ریمان نکنم چی نکنم من شو نمیکنم میگم همین سهره که رفت شوقتی من بالای همین داشته نصیحت کرده بودم وقتی که تلفنی موبیلی استفاده میکرد دخترتان از همون دیده نمیتون با کسی صحبت کردن معاین نکردن معاین کردن یک تا پسر بچه از دویم ایتاژ شعبه معارف همین ناحیه اسماعیل سامانی به کار میکرده است اول به گپ زدن زنگ زدن اومد گفتن تو نمرات برای چی در تلفن میرفت روز گفته است که همون روز منبع داد رنگ شبهناک ترسیدگی بر این تلفن قطی کسی گپ زد شده بود من ده همون روز دادو لیکن اتوبوس 4 به سوار شد با همراهی من آمدم چورباغ به فرو آمدم وای رفت من پسان تلفن میکنم تلفنی وای پول یا گفتون دیگه گپ زده نتونست رنگی میگه که همه تلفن گرفته پرتفتن خاموش کردن کسی میگه این بچه گپاش یک بار میگه قطعی من سوار شد با من پیش یک کسی دیگه بود میگه من وای میپرسم که همراهی کی سوار شد میرفت روز اون دختر میگه که
خودش تنها بود. در اومد 14-6 رفت. گفتم آخه نامده دختری من دیگه. بعد با گپ هر خیل میتونه که ای وای او پسر بچه یک جایش سوار شدگی نبودن و بعدا سوار شدگی بود. ای پیش وای سوار شدگی بود. گپو یک بار خیلی میگن یک بار خیلی میگن هوایارا سر دادگن. وقتی که دختر من پیدا نشده چی داره یا سر میتین و یا آزاد گشتستن. این خیلی به حقی باشه حق به حقدار نرسانن. اخی مو چشم دولت گفته همه ارگانا کارکنای ارگانا موندگیم. اخی چه خیلی قسم میخورن و بگذار فرزندی من باشه، فرزند یکی دیگه باشه، نه که فرزندی خودشان باشه. خیلی کارا که پیشگیری نکردی وای زیاد میشه. همه فرزندی چند کسی دیگه های خیلی گم میشه پیشگیری که نکردی. هم خیلی آزاد گشتن که بگذار جلب باشه فایشه باشه باید بیارن من ده مادرم سپارن که سوختن دلی من کم شود. سیم کارت ها مردگی بود نه که تلفن گرام بود. ما چه سپوتنیک میزنه میبرویه لاگری گلخه هم برومد. اوجا رفتیم اکم اینو کتی قد به قد گرفتیم قریبی همو سویبی همو وای قرابولی وای. بعدن با سحر کتی زدیم رنگی که میگه همین تلفن یا میگریزونن سوسو برسودن یا که دختری من میفهمن میگریزونن سوسو میبرن. چه خیلی آدم باشه و آدم من نمیدونم. بعد با سحر زدیم ای انمی استانوفکا ما یک خانه و کارکنی گایی بوده. ما کارکنی ارگان من نمیمونم خونه ما ده خیلی نیست. даже همون گالونیکایی که فایرات کردیم آمدن کو در اومدن خونه نگفتن. چی گفت وای نگفت اینا ندر اومدن خونه جستجو نکردن که کجا ده چیه. اوخی من میبینم واپشه کارشون سوسته. کدامی برده باشین ای خدا بترسین دختره بگردانین. او چه ای شب و روز خواب نیست به آتا دختر کلان کدگه. خواهر دارین دختر دارین پدر و مادر و خواهر و برادر و ای شما خواهشمندیم شما همدیگریتون دستگیری کنین. این هم اویله شما های ما تاجیک با تاجیکا این خیر رفتارا کنیم دیگه مملکت ها چی امید کنیم. من برای فرزندم تا جناب دویدنی امید دارم که التماس همه خیلی کارا را پیشگیری کنن کار کنه مقامات های داخل دار که فرزندی من یاوان بگذار فرزندی من نباشه پیشگیری که نکنم فرزندی خودشون یکی شود چیکار میکنم. خیلی خیلی که من به توجهی کرد مراجعت میکنم میگن که ای صورتش پرتافتگیم کوفته استیم کوفت و کوف دوام داره. همه خیلی میکنن نه به فکری من فرزندی خودشون باشه ممکنه که در 2 ساعت بیفته بیارم فرزند شدن. نه که فرزندی من گم شده یا که کم بغلیه یا که چیزی من نگاه دارن هیچ چاره ندیده استن. دیگه شما میدونم جگرام سوخت 19 روز شده روز دختری کلان که هر شب هر روز نخونه بود نخواه که رم نکنه تو نکنه کم بغلت مادر تلا رم نبوش. آخه جناب میگه دخترها رو سختگیری نکنه مونه خانم. من همین گپای جناب قطعی رفتم قرض گرفتم ای پای دختری من دانشگاه ملی ذوق داشت سپارید که همونجا در آتید. من چقدر خرسند شدم. یک شخصی آدمی با آبرو میشه گفتم کار بود کنی 100 کس میشه. من اگه جا میدانم که این خیلی میشه. خواهدم داد خواهر جان فقط همه ولی نگرم کار ولی مسکمی دل همه چی ریباکسین رو کل کرد سدل. من کتا همه طرف کشیدم تلخه همه کارگرم کفیده. این دتری من این قدر که شد وای بطران فرزندی قدمیزه بوده. دل جگرم سوخت دارم دلم پوری دارو خانه شده اپتیچ شده. نمیدونم چکار کنم روی خاطری اینش با میستم. میدمونم میبرم دارو میتیم میدمونم چه جان فکری من کنه و چه جان شما اگر موری من او خودم میکشم اجار میپرتم یا ایده رو دیگه که حفظدنم نمیتونم دل جگرم سوخت. آمیرم روزه که من